حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه مفتی اعظم هند و پاکستان هستند. گذشتن از دنیا. پدر مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله صاحب تفسیر معارف القرآن یک نکته عجیب می‌فرمایند. حضرت می‌فرمایند که هیچگاه ناحق و باطل استوار و پایدار نیست، ترقی نمیکند. باطل نابود شدنی هست، فنا شدنی و رفتنی هست، چون که وعده خدا هست که این الباطل کان زهوقا، باطل حتما می رود، نابود می شود. حضرت می فرماید که پس هر وقت دیدید که قومی که بر باطل هستند، بر کفر هستند، اونها ترقی کردند، اونها ثابت قدم و استوار باقی ماندن، یقین کنید که اونها کدام کار حق را برای خود خصلت قرار دادن، با کدام کار حق عمل میکنند که اونها برقرار هستند. چون که چنگ زدن به حق انسان را چی میکند؟ استوار و پابرجایی نصیب میکند. حضرت میفرماید که همین هست امروزه علت و سبب ترقی کافرها و عقب ماندگی مسلمان ها. در اکثر خصلت های نیک که اسلام پیروانش را به آن امر کرده است، اونها چنگ زدند و ما رها کرده ایم. علم و دانش. اولین آیه ما نازل می شود اقرأ می گوید. امروز خواندن برای ما و شما عار هست. خواندن دینیش هم همون گونه شده است، خواندن دنیویش هم. خواندن‌های دنیوی هم فریب شدند. شوق و ذوق خواندن دیگر نمانده است. مردم هم فرزنداشون تشویق و ترغیب نمیکنند. بنام در دانشگاه می‌دراید، از اون نظارت نیست که چی میخواند، چی خوان، چی قدر سواد دارد. اخلاق نیکو را هم ببینیم تا یه اندازه ای را. مثلا امانت داری در کافر نسبت به مسلمان های امروزه بسیار هست. رشوه خوری در مسلمان بسیار هست، کافر رشوه نمیخورد. راستگویی در کافر بسیارتر شده است نسبت به مسلمان. مسلمان در گپ عادیش دروغ میگوید، چه جایی که جای منفعتش باشه در اونجا دروغش باز بیشتر شدن میگیرد. در خریدش، در فروختش، در معاهلهش، در معاهده و عهد و پیمان و معامله همش. راستکاری در ساعت کاریش کافر میآید، تمام شد میرود. مسلمان 2 ساعت دیر میکند، 3 ساعت بر وقت میرود. سبب ترقی اونها در همین هست که با کارهای حق چنگ زدن، روز به روز ترقی دارن. ما و شما العیاذ بالله با کارهای ناروا چنگ زدیم، زوال هست. علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه را هر کدام شما تقریبا شنیدگید. مشهور به فیلسوف شرق هست. همین حالتهای ترقی کافرها را که از چی سبب هست در رشته نظم بسیار خوب در آورده است. می فرماید که قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه ز رقص دختران به حجاب. این پیشرویی که غرب دارد، این از رباب زدن و چنگ زدن و رقصیدن اونها نیست که ترقی کرده باشند. نه ز سحر ساحران لاله‌روست، نه ز عریان ساق و نه از قطع موست. این از اون زنهای خوشرو و زیبایی که به ستر و به حجاب برآمدن، ترقیشون از اون هم نیست. از اون زنهای هم نیست که ازار خود را کشیدن و ساق ران اونها دیار است، از اون هم نیست. از اون زنهای هم نیست ترقی اونها سببش که مویهای خودشون بریدن. غربی ها با این چیزها پیشرفت نکردند. سبب پیشرفت اونها این نیست. محکمی او را نه از لادینی است. این ترقی که میبینی سببش این هم نیست که اینها کافر شدن بعد پیشرفت کردند. نه فروغش از خط لاتینی است. فروغ و ترقی اینها هم از خط لاتینی نیست. یک عصر و زمان ما مردم دولت داشتیم به نام دولت سامانیان.
تا امروز افتخار همه ما هست. خط اونها خط لاتینی نبود، ترقی کردن، علم و دانش را گرفتن، خط فارسی بود. قوت افرنگ از علم و فن است. اکنون میگوید که سببشی علم و فن می آموزند. از همین آتش چراغش روشن است. سبب روشنایی چراغ اونها آتش علم هست. علم و فرهنگ و علم و فن را می آموزند، سبب ترقیشون همی است. ما مسلمان ها گفتم که از خواندن بسیار قفا زدیم. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. می فرماید که دانش وابسته به طرز پوشیدن لباس نیست. هیچ وقت دستار یا عمامه هم سبب عقب روی در علم و دانش نمی شود. یعنی لباس برای دانشجو هیچ اهمیتی ندارد، بلکه اهمیت اساسی چی است؟ خود خواندن هست. اگر با لباس دانشمندا خودش آراسته هم بسازد، داخل خالی هست. چه به لباس دانشمندای دنیاوی خودش تشبیه دید، چه به دینی. یک نقل کدام وقت کرده بودم، در بخارای شریف مردم همه دستار میبستن، سله. دیگر فرق نمی کردن بین علما و بین مردم عامه. چخیره که امروزه سله در مردم ما و شما، در سرزمین ما و شما هم نشانگری آدمی کسی هست که از اهل دین هست، پیشوا هست. کسی سله دار باشه اون را پیش میبرن، سله دائمی داشته باشد. برای فرق کردن بین عامه و بین مردم، بین علما قانون وضع کردن که از این به بعد فش سله علما باید باز باشد، فش سله عامه مردم جمع کردگی در تار سرش باشد. هر کسی را می دیدن که فش سلهش پایون هست، اون را عالم گفته بالا می گذرانیدن. باقی کسی که فش سلهش در بالا می بود، اون نشانه این بود که از اهل علم دین نیست. کسی بیچاره به همین فش سله پایونش دایم در معرکه ها پایون نشستگی بیزار می شود، میگه کویا باره میره پایون کنیم چی می شود. فش سلهش دایم در تاری سرش رو بیچاره. بعد پایونش میکنه، میآید کدام معرکه که حضرت بالاش میکنن، میگذروننش دبر بالا، خیلی ضیافت میخره. وقتی سوال و جواب میشوه، لباس حضرتیه لیکن درون حضرت خالیه. سوالش میتین خشه گم میکنه، بعد دست شایی تمینه میگه بچه این فش سلای ما پایون رفته بدست، میگیره و بالاش میمونه. هیچ وقت لباس نه انسان را پیش میبرد، نه مانع از چی میشود؟ از علم و دانش میشود. تای سله کار میکند کلا. خلاصه گفته حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه و علامه اقبال به همین یک چیز میگردد که چیزی را که اسلام عزیز ما و شما را به اون امر کرده است، اون را ترک کردیم، اون را کافرها گرفتن. امروز اونها ترقی کردن، ما و شما چیکار کردیم؟ قفا موندیم. در دین هم قفا مونده شدیم، در دنیا هم چی؟ قفا مونده شدیم.